چقدر انسان هایی که در دنیا از نظر عقلی در سطح خیلی بالای هستن، اتم ساختن ولی جهنم میرن. در کل دنیا شاید 16 نفر یا 17 نفر جایزه نوبل داره، یکیش مسلمان است. 16 تا یا 17 تا دیگه است که غیر مسلمان هستن. اینا خب مردمای از نظر عقلی دیوانه خو نبودن، از نظر علم و دانش معلومات روزانه خیلی در سطح بالایی بودن. بارمو علم و دانش و بارمو تخصصشان به جهنم میرد. ولی یک مسلمان بی سوادی که هیچ از چیزی بیخبر است، چون بنده الله هست، چون به الله شرک نکردد، چون الله را عبادت میکنه، اینمی با اینمی کم دانشیش، در حالی که بالاترین دانش داره. بالاترین دانش شناخت الله هست. بالاترین علم و بالاترین دانش اینمی است که یک انسان خود و رب خود بشناسد. هر که خود شناخت و رب خود شناخت، اینمی بالاترین دانشمند اینمی است. چرا علم و دانشی که سبب نجاتی تو از عذاب الهی نشود؟ خوبی جهل است. یکی از فرقها بین علم و جهل همی است. علم سبب میشد که تو از عذاب الهی نجات پیدا بکنی، جهل تو رو به طرف جهنم میبرد. علم سبب میشد که تو رو به الله نزدیک میکند، جهل تو رو از الله دور میکند. علم سبب خوشبختی تو میشد و جهل سبب بدبختیت میشد. امروز عصر نیست که کسی را فریب بدهد. کسی که خودش را فریب میداد خلاص و شیطان او را فریب میداد، دیگه عذر شده نمیتونه که ما نمیفهمیدیم. یک ملا یک چیزی میگفت، ملای دیگه چیزی دیگری میگفت. تا زمانی که در قلب انسان انابت و رجوع به سوی الله نباشه، تا زمانی که تکبر و غرور در قلب انسان باشد، انسان به حق نمیرسد. یا کسایی که حالا در بین مردم متاسفانه گاهی اوقات از یک تعداد تحصیل کرده ها میشنویم، میگه هر کسی که در مورد توحید یا در مورد سنت و بدعت گپ زد، از این آدم دوری بکنیم. این متوجه باشید نظر الله از آدم برگشتد، ولو که پروفسور باشد. این خطرناک عقیده است. شاید اینمی گپ سبب جهنم رفتن یک تعداد مردم شود. هر انسان مسلمان باید این را درک بکند. الله سبحانه و تعالی تمام پیامبران به خاطر اعلای توحید بیان روان کرد. الله سبحانه و تعالی می فرماید ولقد بعثنا فی کل امة رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در هر قومی که الله سبحانه و تعالی پیامبر روان کرد، به همین خاطر به خاطر توحید روان کرد تا توحید در بین مردم عام بکند.